안녕하세요 여러분. 다들 잘 지냈어요? سلام بچه امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ درس آخر کتاب ایوا 1 بچه من طبق برآوردی که انجام دادم این جلسه یکی مونده با آخره، یعنی جلسه بعدی جلسه آخره و کتابو تموم میکنیم. خب بچه ها توی این قسمت ما نشانه های ان و نن رو داریم. ان و نن رو قبلا یاد گرفتیم. گفتیم ان و نن نشانه های چی هن؟ نشانه های تاپیک مارکرن، یعنی وقتی توی جمله شما یک کلمه نشانه ان و نشانه نن میگیره، اون کلمه در واقع تبدیل میشه به تاپیک جمله شما دارین راجع به اون صحبت میکنین. مثلا اینجا گفته 나는 안경을 썼습니다. من عینک میزنم، یعنی تاکید ما روی کیه؟ روی منه. 희용은 안경을 안 썼습니다. و 희용은 برادر بزرگترم عینک نمیزنه. باز اینجا تاکید روی 희용ه. پس بچه ها اگه کلمه‌ای توی جمله شما نشانه ان یا نن گرفته باشه، چون قبلا یاد گرفتین چجوری باید صرفش کنید، در واقع چجوری باید بچسبونیدش به اسم. میگفتیم اسم شما اگه پدچیم داشت، اگه پدچیم نداشت، اگه داشت بهش ان بدید، اگه نداشت بهش نن بدید. درسته؟ خب این شکلی مثلا میگیم که 선생님은 چی بگیم؟ 선생님은 수학을 잘 가르쳐요. 선생님 ریاضی خیلی خوب درس میده. 선생님 معلم ریاضی خوب درس میده. اینجا تاکید بچه میره روی اون تاپیک جمله شما، اون کلمه ای که بهش نشانی ان و نن گرفته و دادین در واقع. خب بچه ها بریم سراغ کلمات جدید. خیلی روی این گرامر نمیمونیم چون قبلا داشتیمش. 안경을 쓰다. بچه 안경 به معنی عینکه. 안경을 쓰다 میشه عینک زدن. عینک زدن. خب بچه من اینا رو نمی‌نویسم چون میخوام برم برای ایها 1 2 هم پارت جدید ضبط کنم، یکم حالت عجله طوره. اینا رو بچه بس خودتون بنویسید. 안경을 쓰다 پس میشه عینک زدن. 희용. بچه 희용 میشه برادر بزرگتر. پسر به برادر بزرگتر از خودش، به پسر بزرگتر از خودش چی میگه؟ میگه 희용. احتمالاً دختر رو میدونید دیگه. دختر به پسر بزرگتر از خودش میگه 오빠. 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 오빠 توی اینستاگرام و اینا میگن بچه ها پ نیست به. 오빠. این شکلی. 오빠. 키가 작다. بچه کی خودش به معنی قده. 키가 یعنی قد بلند بودن. 키가 작다 یعنی قد کوتاه بودن. 시장 میشه بازار. 농구 بسکتبال. 못하다 یعنی نتوانستن. 못하다. 사과 به معنی سیبه. 수박 هندونه. و 싫어하다. بچه 싫어하다 دقیقا مخالف 좋아하다ه. 싫어하다 یعنی دوست نداشتن، یه جورای متنفر بودن، از چیزی خوشت نیاد. 저는 그 사람 싫어해. من از اون آدم خیلی بدم میاد. 저는 수박을 싫어해. من از هندونه بدم میاد. این شکلی. خب حالا توی 연습 بچه ها میگه 그림을 보고 차이점에 말해보세요. 차이점 بچه ها میشه نقطه اختلاف. 차이 یعنی اختلاف و 차이점 یعنی نقطه اختلاف، چیزی که توشون متفاوته. مثلا مایکل قدش بلنده، یوکو قدش چیکاره؟ قدش کوچیکه. میگه 마이클은 اینجا نوشته 키가 깁니다. 요코는 키가 작습니다. این شکلی. مثلا برای مایکل میگیم 마이클은 수영을 잘합니다. یا 잘해요. 그리고 마이클은 농구를 못해요. 마이클은 농구를 못해요. اینا همه تاکید روی فاعل جمله، در واقع روی تاپیک جمله ما هست، چون نشانه ان و نن گرفته. مثلا میگیم کی شانش خوبه؟ مایکل خوبه. پس ما داریم راجع به مایکل صحبت میکنیم. این شکلی. خب بچه 2 تای بعدی خودتون انجام بدین. بریم سراغ قسمت بعدیمون که تها داریم. اول کلمه‌های جدید و پیوهیانش. 형제 بچه ها میشه خواهر برادر. 형제. 언니 بچه ها
یه دونه نونا داریم، یه دونه آنی. خواهر یعنی دختر به خواهر بزرگتر از خودش چی میگه؟ میگه آنی. و پسر به خواهر بزرگتر از خودش چی میگه؟ میگه نونا. احتمالا شنیدین نونا. تمدا بچه ها یعنی شبیه بودن. مثلا میگیم چقدر تو شبیه مامانتی، چقدر به مامانت رفتی. این شباهتو میگیم تمدا، که از بین ل و م من دارم می رو فقط میخونم. بعد که صرف بشه مثلا با ای و اویا هر دو تا پچیمش خونده میشه. احتمالا دیگه تا الان براتون کامل جا افتاده. تمدا. ابا میشه پدر و امم مادر. خب بریم سراغ هیونجه سوموگی. میخوایم تعداد خواهر برادر یه نفر رو بپرسیم. میگیم هیونجه가 몇 명이에요؟ میونگ یادتونه واحد شمارش فرد بود. چند تا خواهر برادر داریم؟ یا میگیم هیونجه가 어떻게 돼요؟ هیونجه چند تا خواهر برادر داری؟ یا میتونیم تیو رو باز یکم محترمانه تر کنیم، بگیم تسیو. 형제가 어떻게 됐어요؟ بچه کلا این 어떻게 됐어요 یکی از روش‌های خیلی محترمانه برای پرسیدن یه سوال از یه فردی هست. مثلا سن طرف رو میخوایم بپرسیم، میگیم 연세가 어떻게 됐어요؟ سنتون چیه؟ جای این که بگیم یا سریه. این باز یکم حالت غیر محترمانه تری داره. مثلا در مواجهه با کسی که مثلا 50 سال عمرشه، نمیتونم مستقیم بیام بهش بگم که میو سریه یا سنت چقدره، انگار بی احترامیه. میگم 연세가 어떻게 됐어요؟ سنتون چقدره؟ این شکلی. این هم همون حالته. این تیو محترمانه تره. میگه 오빠가 한 명, 남동생이 한 명 있어요. 오빠가 한 명, یه دونه داداش بزرگتر و یه دونه 남동생, داداش کوچیکتر دارم. یا میگیم 형제가 많아요. خواهر برادرت زیاده؟ بعد میگه 아니요, 나 혼자예요. تو 혼자예요. من تنهام. نه من تنهام. این شکلی پس بچه ها میتونیم تعداد خواهر برادرها رو بپرسیم. خب قسمت بعدی بچه ها ساخت مکالمه رو داریم. ازتون میخوام حتما این مکالمه رو خودتون داخل در واقع از اون صفحه قبلی اول بسازید، بعد بیاید با من این مکالمه رو بخونیم و معنی کنیم. 요코씨는 형제가 몇 명 있어요? 요코씨 چند تا خواهر برادر داری؟ 언니가 한 명 있어요. 언니 یه دونه خواهر بزرگتر از خودم دارم. 요코씨는 누구를 닮았어요? 요코씨 به کی رفتی؟ 저는 아빠를 닮았어요. من شبیه بابامم، به بابام رفتم. 그렇지만 언니는 엄마를 많이 닮았어요. اما خواهر بزرگترم به مامانم رفته، خیلی شبیه مامانمه. 그래요? 언니는 지금 몇 살이에요? واقعا؟ 언니 اون خواهر بزرگترت الان چند سالشه؟ 26살이에요. 언니도 운동을 좋아해요? خواهر بزرگترت هم ورزش رو دوست داره؟ 아니요? 나. 언니는 운동을 안 좋아해요. 영화를 좋아해요. میگه خواهر بزرگترم ورزش رو دوست نداره، فیلم دیدن، فیلم رو دوست داره. به صورت کلی گفته فیلم. خب بچه این از این قسمت. امیدوارم کامل اینجا براتون جا افتاده باشه. بچه توی صفحه بعدی ما یه گرامر جدید داریم. گرامر ایشی. حالا من چیزو نذاشتم، اون عنوان خود کتاب رو این شکلیه، گرامر ایشی. این گرامر بچه این گرامر توی کتاب گرامر نیوز آورده نشده، به همین خاطر من خودم این گرامر رو براتون قصد دارم توضیح بدم. پس ازتون خواهش میکنم که خیلی با دقت چیزایی که میگم رو گوش کنید. بچه ها یه سری وقتا هست. چجوری؟ مثلا من به جایی میخوام یه نفر رو تعارف کنم بیاد داخل خونه، میگم بفرمایید تو. تشریف بیارید داخل، بهش نمیگم بیا تو. این همینجور مستقیم نمیگم بیا تو، یعنی یه جورایی بی احترامیه، مخصوصا اگه اون طرف حالا بزرگتر باشه و اینا. میگیم که تشریف بیارید داخل، یعنی ما شکل فعل رو عوض کردیم. شکل فعل رو طوری کردیم که احترام بیشتری رو به طرف مقابلمون برسونه.
یا من مثلا میبینم که یه نفر مرده، نمیام بگم فلانی مرد، میگم فلانی فوت کرد. من شکل فعل رو کامل عوض کردم و فعل رو بردم به حالت محترمانه. حالا توی فارسی ما این فعلا رو صرفا حفظ میکنیم، قاعده خاصی براش نداریم این تغییر رو، اما برای کره‌ای چرا؟ توی کره‌ای داریم. بچه‌ها برای اینکه شما یک فعل رو از حالت عادی ببرید به یه حالت محترمانه تر و رسمی تر، توی زبان کره‌ای بهتر بگیم محترمانه تر، کافیه بگید اون فعلی که دارید، هم برای فعلای صفتی صادقه هم فعلای حرکتی، اون فعلی که دارید رو چی کار کنید؟ بیاین ده رو ازش بگیرید. پس توی قدم اول ما 10 رو طبق معمول حذف میکنیم. توی قدم دوم نگاه میکنیم از نظر چی؟ دوباره از نظر پدچیم. کلاً که کره‌ای روی پدچیم میچرخه دیگه. اگه پدچیم داشته باشه، اگه پدچیم نداشته باشه. اگه پدچیم داشته باشه من چی کار میکنم؟ بهش شی اضافه میکنم. و اگه پدچیم نداشته باشه بهش شی خالی اضافه میکنم. حالا چه جوری؟ مثلا من یک فعلی دارم، فعل کدا. فعل کدا. خب من این در رو از فعل کدا برمیدارم، میمونه کا. چون پدچیم نداره بهش شی میدم، میشه کاشی. دوباره در رو برمیگردونم. پس مرحله سوم میشه برگردوندن ده. برگردوندن ده. حالا بچه شما یه فعل جدید دارید، کشیده. میایین در رو ازش برمیدارید و صرفش میکنید. کشیده میشه حالت محترمانه تر فعل کدا به معنی رفتن. مثلا میگیم که 아버지는 가셨어요. مثلا پدر رفته، نمیگیم کایا. هرچند که گفتن کایا اشتباه نیست، ولی خب توی یه سری از موارد بهتره که اینها رو حفظ کنیم. یا بچه ها مثلا فعل چی بگیم؟ مثلا فعل انده. انده یعنی نشستن، یادتونه انده. خب من در رو میام برمیدارم، دوباره چون پدچیم داره این بار بهش ایشی میدم، در رو برمیگردونم، میشه انجیشیده. انجیشیده. به یه فرد خیلی محترمانه میخوام بگم بشینین، میام این انجیشیده رو صرفش میکنم. صرفش هم طبق معموله، در رو برمیداری به گرامر رو میچسبونی به فعلت. چیز خیلی خاصی نیست. بچه‌ها یه سری فعل‌ها هستن که شکلشون به صورت کامل تغییر میکنه، یعنی شما باید شکل دوم اینها رو حفظ کنید. این شکلی ایشی و شی نمیگیرن. یکی فعل ایده بچه‌ها به معنی بودن میشه کشیده، اینو باید حفظ کنید. نمیتونیم بگیم ایسیشیده، اشتباهه، میگیم کشیده. یکی مبدا و مشیده هستش. مبدا و مشیده به معنی خوردن و نوشیدن که فعل تیشیده و چپسوشیده براش میاد. بچه چپسوشیده رو توی زمان قدیمی استفاده میکردن، الان دیگه استفاده نمیکنن اونقدر زیاد، هست ولی کم. تیشیده خیلی کاربرد بیشتری داره، هم برای خوردن هم برای نوشیدن، هر دوشون استفاده میشه. تدا خوابیدن میشه چوموشیده. چوموشیده نمیشه چشیده. و چوبده به معنی مردن میشه تورا کشیده، فوت کردن. تورا کشیده. بچه حواستون به این 4 تا فعل باشه که اینا شکل دومشون رو باید به صورت کلی حفظ کنید و به خاطر بسپرید. حالا بیام بریم بچه صفحه بعدی تا من بگم که چجوری اینا ساخته شده. تمیشی من میایارم. اینجا مثالیه که گذاشته کتاب برام. میگه 소미가 가방에 있습니다. 가방이 아니라 방에. چشام 4 تا میبینه. میگه 소미가 방에 있습니다. 소미 توی اتاقه. خب 소미 توی اتاقه. تلویزیون을 봅니다. داره تلویزیون نگاه میکنه. اوکی. میگه 어머니가 부엌에 계십니다. جای اینکه برای مادر بیاد بگه 있습니다 اومد فعل چجوری استفاده کرد؟ گفت که فعل ایده حالت محترمانش ما باید حفظش میکردیم. میشد چی؟ میشد که شی ده. در رو برمیداریم بهش ایمنیده میدیم چون پدچیم نداره، بمیره اون داخل پدچیمش. چی کشیم نیده. این شکلی. مامان تو آشپزخونه است. 저녁을 준비하십니다. 준비하다 بچه یعنی آماده کردن. 준비하다. در رو برمیداریم بهش شیده میدیم چون پدچیم نداره. 준비하시다. حالا باز از این 준비하시다 راحت صرفش میکنیم. میگیم چون پدچیم نداره نیده میگیره که اون بمیره تو پدچیمش، میشه 준비하십니다. یعنی
آماده میکنه. این شکل. این بچه کل این گرامر است. 3 تا کلمه جدیدم داریم بچه. هاگون به معنی آکادمی خصوصی. اونجان رانندگی و گلپرل چیدا. بچه گلپرل چیدا میشه گلف بازی کردن. حواستون باشه توی کره ای گلف بازی کردن با هدن نمیاد. یه سری از ورزش‌ها با هدن میان، یه سری با چیدا. گلف از اوناییه که با چیدا میاد. گلپرل چیدا. اینو یادتون باشه. میگه 아버지는 지난주에 무엇을 하셨습니까? بابات هفته پیش چیکار کرده؟ تأمل 보고 말해보세요. خب ببینید و جواب بدید. توی مثال خودش پدر روز دوشنبه اومده 팅산하다 کرده. یعنی کوهنوردی رفته. میگیم 아버지는 지난주 월요일에 뭘 하셨어요? پدرت 지난주 هفته گذشته دوشنبه چیکار کرده؟ بچه مول همونطور که فکر کنم قبلا هم بهتون گفتم مخفف مورل هستش. مول. خب میگه چی کار کرده؟ میگه 월요일에 팅산을 하셨어요. نمیگیم 팅산을 했어요. میایم محترمانه میکنیم چون راجع به پدر صحبت میکنیم. در رو برمیداریم از 팅산하다 میشه 팅산하시다. در رو باز دوباره برگردوندم. 팅산하시다 که وقتی صرف شده 하셨어요. 하셨어요. یادتونه چجوری 하셨어요 میشد؟ میگفتیم دوباره من مثلا فعلم هست 팅산하시다. در رو برمیدارم چون ای داره بهش وقتی میخوایم اسویو اضافه کنیم ای تبدیل میشه به یا میشه اسویا. 팅산하셨어요. این شکلی. 아버지는 팅산을 좋아하세요. پدرم 팅산 کردن این کوهنوردی رفتن و دوست داره. خب بچه توی سه و ایسه هم حواستون باشه سه و ایسه همیشه کاربرد دستوری نداره. یه سری وقتا صرفا برای توصیف یه چیزی برای اینکه احترام و حالت محترمانه بودن رو بیان کنیم از سه استفاده میکنیم. 아버지는 팅산을 좋아해요. 아버지는 팅산을 좋아하세요. یعنی نمیگه حالت دستوری نیستا. اگه اینو متوجه نشدید حتما برید اون پارت سه و ایسه رو مجدد ببینید چون 2 تا کاربرد داره این گرامر. و برای بقیه هم بچه شما با همین ترتیب باید بیاین صرف کنید. خب مثلا برای فعل شیدا باباش روز هایویل صبحش توی خونه چیکار کرده؟ استراحت کرده. خب ما بخوایم شیدا رو به اضافه این گرامر کنیم من فقط صرف فعلش رو بهتون میگم. در رو برمیداریم چون پدچیم نداره شیدا میدیم میشه شیشیدا. بعد در رو بردارم صرفش کنم مثلا با اسویا چون ای داره اسویا میگیره میشه یوسایا. شیشوسایا. این شکلی. پس حواستون حتما به این صرفا باشه. بچه این تمریناشو انجام بدین بفرستین داخل گروه. اینکه شما انجام بدین انجام ندین به من یعنی برای من هیچ سودی نداره. من صرفا دارم برای خودتون میگم داخل گروه بفرستید تا تصحیح بشه. چون اگه همینجوری یه ضرب برید جلو ویدیو رو پشت هم ببینید و هیچ تکلیف و تمرینی انجام ندید بهتون میگم از الان این خوندن هیچ فایده‌ای براتون نداره چون هیچ جمله‌ای نمیتونین بسازین، هیچ استفاده از گرامر نمیتونین بکنین و به اصطلاح هازا. خب این از این قسمت بچه. بریم سراغ گرامر ریل تلک رو بخونیم و بقیه درس رو بذاریم برای جلسه بعدی که این گرامر هم حالا نسبتاً طولانی هست. بچه گرامر ریل تلک یعنی استثناءهای ریل دار اینا چجوری صرف میشن؟ اصلا کی میرن توی حالت استثناء؟ بچه صفحه 329 گرامر یوز من، حالا PDF کتاب من نمیدونم شما اگه کتاب جدید تهیه کردین ممکنه باز یکم جا به جا باشه. خب حالا بچه ها اینجا ما کی میگیم فعل ما توی حالت استثناء هست؟ فعل اول که میگیم فعلای ریل دار چی هن؟ فعلایی که وقتی در رو حذف میکنی از پدچیمشون پدچیمشون حرف ریل داره. مثلا فعل پلدا من در رو حذف کنم ریل توی پدچیمشه. خب پس به این فعل ها ما میگیم فعل های ریل دار. حالا این فعل ها کی بچه ها میرن توی حالت استثناء؟
بچه‌ها این فعل‌ها زمانی میرن توی حالت استثناء که به اضافه یه گرامری بشن که اول اون گرامر ما با حرف س، با حرف ن یا با حرف ب شروع شده باشه. این حالت، این گرامرها فعل ریل دار، پدچیم ریل رو میبرن توی حالت استثناء. یعنی چجوری میبرن توی حالت استثناء؟ مثلا فعل اولی که اینجا برای ما نوشته فعل چیه؟ مندلده. درسته؟ فعل پلده رو بچه آخر بهتون میگم. مندلده رو اول بریم. مندلده، مثلا من دل ده. خب من مندلده در رو برمیدارم میمونه مندل، یعنی پدچیم ریل. میخوام به اضافه گرامر سی و ای سیا کنم. خب میام میگیم ای سه یو باید بگیره چون پدچیم داره. بچه ما به حرف ای اصلا کاری نداریم. توی این گرامر این ای که اول میاد و کاری نداریم. الان حرف اول ما سه حساب میشه بچه ها. سه یا ای سه، یعنی اون حالتی رو حساب میکنیم از گرامر که وقتی پدچیم نداریم ازش استفاده میکنیم. الان این حرف اول ما سه، ما به این کاری نداریم. این اصلا آدم نیست توی این گرامر. خب وقتی این حالت رو داریم یعنی ریل ما رسیده به سه، یعنی ببرش توی حالت استثناء. وقتی ریل میره توی حالت استثناء حذف میشه و باهاش مثل زمانی رفتار میکنیم که انگار از اول پدچیم نداشته. مندیده میشه من دی سه یا مندی سیا، این شکلی مندی سیا، مندی سیا. یا مثلا فعل بعدی بچه‌ها، فعل بعدی که کتاب برامون نوشته الده، با یکی از گرامرهای خیلی ساده‌ای که تا الان 1000 بار ازش استفاده کردین. الده، من در رو بردارم ال میمونه، میخوام بهش چی بدم چون پدچیم داره میگیم باید سیمنیده بگیره. قبول دارین؟ اول گرامر سیمنیده مگه با سه شروع نشده؟ شروع شده دیگه، درسته؟ خب پس چه اتفاقی میفته؟ من ریل پدچیم رو حذف میکنم، باهاش مثل زمانی رفتار میکنم که پدچیم نداره. یعنی جای اینکه سیم نیده بگیره پس میاد نیده میگیره. اینجا میشه امنیده. دیگه سیم نیده رو کاری نداریم. میشه امنیده. این شکلی. السیم نیده اشتباه. مورد بعدی مثلا فعل سلده رو بچه آورده با یه گرامری که هنوز نخوندیم صرف کرده. من به این کاری ندارم. فعلا اینو لازم نیست بدونید. چیزی که بچه باید بدونید اینه که اگه فعل ریل داره شما، یعنی بعد حذف در توی پدچیم ریل بود، رسید به حرف ن، به حرف ب یا به حرف س، شما باید ریل رو حذف کنید و با اون فعل مثل زمانی رفتار کنید که انگار پدچیم نداره. امیدوارم تا اینجا کاملا متوجه شده باشید. یه لیستی از بچه معروفترین فعل‌های ریلدار رو همینجا داریم. فعل سلده، زندگی کردن، پلده، فروختن، که بچه از این گرامرها فکر میکنم شما این گرامر رو خوندید، این گرامر رو و این گرامر و این گرامرهای دیگر رو نخوندید. به اینا کاری نداشته باشید. این اینونینی که بچه اینجا هست این یه گرامر دیگه است. این با چیزایی که شما بلدین فرق داره. خب مثلا وقتی میخواد ای و اویو بگیره ببینید تغییر نمیکنه. چرا؟ چون اولش ای و اویو دیگه، حرف ب است یا حرف ن وجود نداره. اما توی بقیه چرا این حالت ها رو داریم. فعل بعدی بچه‌ها مندیده، درست کردن، یلده، باز کردن، نلده، خوش گذروندن، بازی کردن، الده، دانستن، ملده، دور بودن و تلده، شیرین بودن. این فعلا رو حفظ کنید. معروفترین فعل‌های چی هن؟ معروفترین فعل‌های ریل دار. بچه نکته بعدی که وجود داره اینه که وقتی فعل شما با ریل شروع میشه، با ریل تموم میشه، یعنی پدچیم شما ریله و بعد به اضافه یه گرامری میکنیمش که اول اون گرامر ایل داره. یعنی چی؟ یعنی اول اون گرامر من یا ریله یا ایل، بعد دینگ 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 ادامه گرامر. میگه اگه فعل شما ریل داشت به همچین گرامری هم رسیدید، مثلا فعل من دل در رو برداشتیم و همچین گرامری رسیدید، بیاد این تیکه رو حذف کنید. چرا؟ چون خودمون یه دونه ریل اینجا داریم دیگه، یه دونه بسته، 10 تا نمیخواد بذاریم، 2 تا لازم نیست باشه. پس بچه حواستون باشه. اینجا رو ببینید، گوش کجا رفت؟ اینجا. خب
اون گرامر رو هنوز نخوندیم بچه‌ها. حالا گرامر که اینجا بچه‌ها براتون مثال زده گرامر ایلده یا گرامر ایلگیو هست. من نمیدونم بچه‌ها در ایللیو این گرامرها رو شما فکر می‌کنم هیچ کدوم رو نخوندید. صرفاً توضیح میدم که اگه یک روز برگشتید بعد اون کتاب 2 برگشتید روی این کتاب بدونید که چجوری شده. یعنی مثلا من میخوام الان فعل مثلا سلده رو به اضافه گرامری کنم که این شکلیه. میگیم اگه پدچیم داشت ایل گیو بهش بده، اگه پدچیم نداشت بهش ریل گیو بده. یعنی اینجوری نوشته میشه گیو. خب من در رو حذف میکنم، بعد این ایل و ریل رو چون یه دونه ریل اینجا داریم اینم حذف میکنم میشه سلگیو. دیگه لازم نیست بگیم سریل گیو 2 ریل بیاریم، این اشتباهه. که این نکته رو بچه خیلی اهمیتی هم نداره، اگه متوجه نشدید اشکالی نداره چون این نکته رو هنوز نخوندید گرامرهاش رو. و میرسیم به پارت آخر یعنی کلماتش. سپاگتی همون اسپاگتی، مندلدا درست کردن، الدا دانستن، کیلدا دراز بودن، یولدا باز کردن، سالدا زندگی کردن، مولدا دور بودن، کاجوک خانواده اسم درسمون، اینچون بچه‌ها فرودگاه اینچون هست، یه شهر معروف توی کره است. چنگمون پنجره، مون خودش میشه در، چنگمون میشه پنجره. تاپدا گرم بودن، کوهیانگ میشه زادگاه و تجون بچه‌ها اسم یه شهر توی کره جنوبیه. خب حالا بچه‌ها گفته بیاین از این لغت‌ها استفاده کنید، از این فعلا جای اینا رو پر کنید، این جای خالی رو پر کنید. 민수 씨 가족이 모두 서울에서 삽니까? 민수 خانواده‌تون همشون توی سئول زندگی میکنن؟ 아니요, 형은 인천에서 삽니다. نه، برادر بزرگم توی اینچون زندگی میکنه. فعل سالده رو اومده با گرامر 입니다 صرفش کرده بچه‌ها. که چون اول گرامر بهتون گفتم اول گرامر ب داره س داره، پس ما میبریمش توی حالت استثناء. بعدی میگه 요코시 창문을 좀 땡땡땡. 요코 پنجره رو یکم یه کاری کن. خب ببینیم چی میخواد بگه. میگه 교실이 너무 덥습니다. کلاس خیلی گرمه. بعد میگه 알겠습니다. اوکی 알겠습니다. چون فعل رسمی 덥습니다 알겠습니다 صرف کرده، پس باید با 입니다 씁니다 دوباره صرف کنیم. فعلمون هست بچه‌ها یولدا. اینو میتونید با ایمنیدا سیمنیدا صرفش کنید. میتونید چون حالت درخواستی داره میشه مثلا پنجره رو باز کنی، پنجره رو باز کن. میتونی با سیو صرف کنی، مثلا با سیو صرفش کنیم. در رو حذف میکنم من، میگیم چون پدچیم داره باید ایسیو بگیره. گفتیم اون حرف ای اول مهم نیست، ای اول اهمیتی نداره، پس من اینجا ریل رو حذف میکنم. خب ریل من حذف میشه و انگار پدچیم نداشته از اول. چه 요새요 یعنی پنجره رو باز کنید. 요새요 교실이 너무 덥습니다. یا بچه میگه مایکل 씨 전화번호를 땡땡땡. شماره مایکل رو میدونی؟ بعد جواب میده که آره این شمارشه. چون دوباره 입니다 داریم با حالت سوالی میپرسیم میدونی؟ 알다 بچه میشد دانستن. خب به اضافه چی باید بشه؟ به اضافه 씁니까. چرا؟ چون پدچیم داره. اما یادمون میاد ریل برسه به سه استثناء، پس ریل حذف میشه 암니까 این شکل. و بچه‌ها مثالای بعدیش که خودتون حلشون کنید داخل گروه تکالیف بفرستید. امیدوارم تا اینجا براتون مفید بوده باشه، کاملا متوجه شده باشید. هر جایی هم سوال داشتید داخل گروه بپرسید. دیگه لایک و سابسکرایب و فالو هم یادتون نره. حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید، تلگراممون رو داشته باشید و یوتیوب رو هم که الان دارین ویدیوش رو میبینید. 그럼 오늘 여기까지 여러분. 안녕.